ما همه بندگان خدا هستیم و بازگشت ما به سوی خداست. بالای این اسب چوبین امروز خدا خواسته باشد شخصیت خواب است که انشاءالله یکایکتان احترامش به جا آوردگی هستی. چگونه شخصیت بودنش اینجا برای شما برای من تکرار و تکرار معرفی کردن ضرورت ندارد، اما این خواهید میکنیم اولا از بزرگان و استادا معذرت خواسته با اجازه بزرگان و استادا بابای ایشان شخصیتی بودن که یک نمونه از سلف صالح، شخصیتی که انشاءالله همیشه در طاعت خدا با یاد خدا و موافق حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خیر الناس من ینفع للناس، بهترین مردم همون نفران هست، همون نفری هست که برای مردم نفعش میرسد. با باوری تام همچون واریس من گفته میتوانم که انشاءالله ایشان بابا از جمله همین گونه اشخاص بودند و چیزی که بزرگان خدا خواسته باشد همشان میدانند. شما اهل محل میدانید بابای ایشان با همه فضیلت با همه بزرگی نهایت حلیم بودند، نهایت مهربان بودند، نهایت خاکسار و تواضع داشتند و تواضعشان این کسی همین خیلی عزت آبرو انشاءالله که خدا میداد هممون میدانیم، اما همین خیلی صاحب عزت کردند. و بابای ایشان شخصیتی بودن که من شخصا با دل پر گفته میتونم که خداوند متعال من شخصا تمنا دارم به دیگران همین توصیه میدیم که تمنا داشته باشیم که همین خیلی حیات را و مانند حیات بابای ایشان نصیب روزی یک آمین. زیرا مسجد ما را نگاه کنید، همون نشانه دستان بابای ایشان است که مسجد سازا را من حدیث من چه اینجا نمیگم، بزرگان استادیم پیش بزرگان ما شرم میدارم میدانه که چی وعده حبیب خدا کردن که کسی مسجد بنا میکند الله برای او خانه در جنت بنا میکند. سرچینان پایان برای همون حسن دست بابای ایشان مسجد بنا. سیمیگنج برای همین قومای عادلی تصدیق میکنن، قومای شوگردی تصدیق میکنن، هر جا که دستش رسید خانه خدا را آباد کرد، اعمار کرد. اینو میدانید که قرآن گفته، الله گفته که این نشانه ایمانی و شخصیت است. من صحبت به خاطری که بیادبی نشود فلانی نمیکنم و پیش بزرگان اینو میگم که یکایک ما و شما همه تانا خیر مقدم میگم الله خدماتون و حسنات کمبودی باشد. از نام اهل محل، از نام اخلاصا و مریدا من معذرت میگم، اینو بیان میکنیم که همه من میدانیم در بنده چی هست.